سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید در نوع ویدیو. بزن بگین. سلام بچه ها، اینجا سپایس پیتزا هستم و یک دنیا اکسپری میکنم. من هم کم انگلیسی و فارسی صحبت میکنم. برای منم پسر ایتالیایی هستم و اینجا اول باید بازی با فارسی ماینکرافت. بزن بریم. خوبه کم ساعته الان میخوام درست کنم یک خانه. اینجوری خیلی سخته. منم کم کریاتیو ماینکرافت بازی میکنم و اکسپرت نیستم. خب زومبی نه، من ماینکرافت خیلی دوست دارم چون همه میتونیم. خب من یک پسر ایتالی چون من میرم فارسی صحبت میکنم. من مدرسه نرفتم ولی کم دوتا کتاب ها ایتالیایی گرفتم برای یاد گرفتن. من خیلی دوست دارم گیمینگ کنم. آنجا دیدم ویدیو مقفل بود، اونجا ایتالی صحبت میکنم. من میخوام درست کنم ویدیو برای پسر، یعنی میخواد ایتالی یاد گرفتن. کم کلمه مثل خنگ، عادت، یواش و Italian culture نه کم میکنم. الان کم انگلیسی صحبت میکنم. الان اینه بیشتر شد. Hi guys, I am Spice Pizza. I try to speak first in Persian. I am Italian guy that want to teach Italian culture and languages for Iranian people that want to learn it. And I want to make some academic material, and also I can make some live videos like this, and like my last of Italian version on Marvels. And so I will make some how to say some videos about a different way, like a gaming. I in the future want to make some edited videos to ensure a better quality, and then I in each videos I will specify the languages we're speaking about and the level. At the moment, my Farsi, when I quite calm, should be B1 level, and of course I can improve about that. I try to looking for some Persian videos to learn for myself, and so for the Italian, for the Persian guys that want to teach me something and some suggest, we are very I will appreciate it. Something about that. Like as I try to say first, I'm playing on extreme mode in Persian languages, so to make a deep dive about that. I'm not an expert on Minecraft. I just play some creative modes and also survival. And so the goal of this video is to reach survive the first day, make some small house, and then try to avoid. And step by step, I want to try to survive longer. And that's it. So that is why we speak some Persian, some English, because I know some basic recipes, but I don't know how to say that in Persian. And so
I will try to do my best. So I hope that you will enjoy about it, this small series. And so if you like my content, you can comment, share and like, please. Okay, تو فصلی صحبت میکنم. خب این بود دقیقا خیلی من دیدم باشی کجاست اینجا این چیه سلام به تو چی گاوه نه این من فکر نمیدونم فارسی گاوه مد و چی انگلیسی من فکر کنم اسمش وول سلام اینه همین درخت بزنم این چیه کوکه کوکه آره سلام کوک باشه من خیلی دوست دارم کجاست آبا داره برای اونجا لاوا خیلی خوبه برای مید گیم و obsidian من میخوام ولی ندر ولی یواش بگیرم الان اول میخوام دایاموند ست با شمشیر پیکریکس آرمور خب بله من فکر میکنم اونجا بعدم اونجا برم خب اونجا کجاست چیه زومبی نداری خب اونجا خیلی خوبه واو خوبه اونجا قانه کنم چی میخوای به تو چه بزن بریم من کپتین بازی کنم ولی یه دونه اکستریم بازی کنم و مقدار وقتی که من بودم و یک کریپر ریده روز من خیلی ترسی من بود برای زومبیه ولی من فکر میکنم اونجاست کریپر خیلی بد ولی اگر شمشیر یا گرفتم خیلی خوبه اینه دوستش گوسفنده من میخوام شیستور نمیدونم فصل چی میشه شیستور فصل چی میشه بچه ها زومبی خیلی میاد ولی الان کم فهم میکنم و در لاوا خیلی خوبه چون لایت من فکر میکنم که زومبی نمیاد من میرم باز کنم کم چسته با یک وود کم سنگ یواش غذا لباس ماینکرافت خیلی ریلکس کنه خوبه بیزم بری نه واو اینه خیلی دوست دارم ولی خیلی سخته ریدم خدافظ خیلی ترسیدم بود الان اینجا کف میکنم گالم سکینه خب این همین خب
یه دونه کونی کونی اینجا کم میتونم اسپنس میکنم ولی دست نیستم میکنم اونجا نمیتونه ولی خیلی ریدم سیب بکنم خوبه 1000 دل من یا بگیرم وای ریدم خیلی ریده بای خدا چی میگی؟ پیتزا امروز تمام شد. آی دونه جدید کارم جدید جوک بگیریم. خداحافظ بچه ها.